این شکار چیه؟ همشون ممکن اتفاق میشه. این کار رو یه موجود عادی انجام نداده. بوی نفرتش رو به وضوح حس میکنم. ایده بهتری برای کشتنشون دارم. شرم آوره که بهشون اجازه دادین تا این حد جلو بیان. بعضی وقتا فکر میکنم هیچ کاری جز دست رو دست گذاشتن و الکی فکر کردن بلد نیستی. دوست دارم تلاشت رو ببینم. فقط سریعم جلوش بده. باشه. در بعضی از مناطق شهر مخصوصا حومه شرقت‌های به عجیبی صورت گرفته و بی جنازه ها دارای شاه و دندون‌های تیزی برای دریدن گوش داشتند. حالی که چه کسی مقابل آنها قرار گرفته؟ آیا اون یک قهرمانه یا یک قاتل؟ برای فهمیدن این ماجرا لطفاً با ما همراه باشید. یه شنل جدید میخوام. انتظار یه جسد رو داشتم نه؟ همش بدشانسی؟ کاش میفهمیدی تو چه وضعیتیم. دهن تو ببند ببینم واقعا تو چک شدی. انگار ضعیف و بیمیل شدی یا نکنه امید تو از دست دادی. اینم بار سومه. خدای چار این دفعه دیگه ازمون نمیگذره. چقدر مهمه. چی؟ یادت نره که من برای تو کار نمی کنم و قرارم نیست ازم به عنوان یه سلاح استفاده کنم. باشه حالا شنل تو بگیر و از جلوی چشمام گم شو برو. از یه انسان بر نمیاد.
نباید دست تو باشه. حالا دیگه وقتشه که آروم بخوابی. خوناشام آرومی. خب کدومتون اول به حرف میاد؟ اول بگو میخوای باش چی کار کنی؟ مسائل شیاطین تاریکی و حل کردن مشکلشون معمولاً به عهده یگان پالیسیده. اونا هم یکم دیگه میرسن برای بازجویی. و اینکه من واقعاً تو رو نمیفهمم وانی. تمام این مدت تو اصلا دنبال چی بودی؟ من یه خواهر داشتم، خواهری که از دست دادم. شیاطین اونو کشتن، پس منم قول دادم تا بتونم یه تغییر بزرگ داخل سیل ایجاد کنم. ولی با گذشته این همه زمان تونستم کاری بکنم. یه عوضی خانواده منم گرفت. نه یه موجود عجیب با پنجه و نیش، یه حرومزاده عین همین. پلیدی و عذاب. ما هیچ وقت زندگی بدون اینا رو تجربه نمی کنیم. بگذاریم تو هم باید این جریان رو برای خودت تموم کنی قبل از اینکه نابودمون بکنه. بعدش میتونیم همه چیزو همونطوری کنیم که میخوایم. میخوام به هم قول بدی که فراموش نکنی وانی. قول میدم.